یکی از موضوعات مورد توجه هنر تجسمی معاصر مفهوم مرگ و توسعه این مفهوم تحت مدلولی به نام غیابه. همونقدر که برای هنرمندان دوره اوج زیبایی، یعنی دوره رنسانس به بعد، مفهوم حضور مهم بود، برای هنرمندان مدرن بنا به دلایلی مفهوم غیاب مهمه. اینا دلایل و بنمایه ها و خاستگاه ها یا منبت های فلسفی داره. به عبارت دیگه خاستگاه های چنین رهیافت هایی به موضوعات در هنر به دلیل در اصل تجلی هایی است که در تاریخ هنر شکل گرفته. اول متفکران اینها رو دیدند یا متفکران هنرمند، سپس هنرمندان. یعنی بی انصافی اگر بگیم قبل از دکارت هنر مدرن تونسته مفاهیم دنیای مدرن رو ببینه. این دکارت بوده که اول دیده. این ارجحیت تفکر بر هنر نیست، اگرچه هنرمندان شاخک‌های خیلی تیزی دارن، اما گویا متفکران به دلیل سکوت بیشتری که دارند و رابطه متضاد یا در اصل پس زننده‌ای که با مفهومی به نام فردیت دارند، زودتر از یا جلوه‌های نمایشی دارند، زودتر از هنرمندان تونستن بعضی از مفاهیم رو ببینند. اینکه چگونه متفکران ابتدا دیدند و بعد هنرمندان پی گرفتند رو هم ما در جلسه دیگری بهش خواهیم پرداخت. ما داشتیم چی میگفتیم؟ ما داشتیم میگفتیم که یکی از مفاهیم مورد نظر هنرمندان معاصر مفهوم غیابه. غیاب یعنی چی؟ و چه ارتباطی با مفهوم مرگ داره؟ ما میدونیم که بودن به معنای عینی یعنی حاضر بودن، قابل اشاره بودن، قابل دریافت بودن، قابل اندازه‌گیری بودن، روی انواعی از محور مختصات قابلیت نشان داده شدن داشتن. نسبت‌هایی رو با انواع پدیده‌های حاضر داشتن. ما داریم راجع به مفهوم بودن صحبت می‌کنیم. حضور یعنی این. حضور همانقدر که مفهومی درونیه، مفهوم بیرونی هم هست. مثلا مفهوم حضور در بازار ارتباط داره با قابلیت اندازه‌گیری. اگر یه واحد پولی انقدر حضورش عینی و شدید و قابل اندازه‌گیری و بهره‌ورانه و کارکردی باشه، ما میگیم اون مفهوم میشه یه مقیاس اندازه‌گیری. مثلا ما پولمونو با دلار اندازه میگیریم از شدت حضور دلار در چی؟ در انواع معاملات. چرا دلار مهمه؟ حضور داره. کجا؟ تو بازار. دلار تو بازار حضور داره، حاضره. یعنی چی؟ یعنی نسبت داره با انواع حضورها. یکی از انواع حضورها خرید و فروشه، یکی از انواع حضورها پسندازه، یکی از انواع حضورها قدرت خریده، مناسبات کالاییه. پس اینجا حضور تبدیل شده به چیزی قابل اندازه‌گیری. اما تمام حضورها اینگونه نیستند. تمام حضورها قابل اندازه‌گیری نیستند. همونقدر که تفکر مدرن چیزها رو به عنوان پدیدارهای قابل اندازه‌گیری متجلی میکنه،
و گفتیم همونقدر که هنر رد پای تفکر مدرن رو پی میگیره، در دل خودش هنر نقیضه است بر تفکر. یعنی همونقدر که تفکر رو پی میگیره، همونقدر هم تفکر رو نقض میکنه. هنرمندان همچین کارکردهایی در دل تاریخ هنر داشتن. یعنی چی؟ یعنی همونقدر که در دل تفکر مدرن که چیزها رو ابژکتیو میکنه، عینی میکنه، قابل اندازه گیری میکنه، دیدنی میکنه، مفهوم میکنه، ما میگیم نفهمیدیم چی میگی. که اینو میگیم در دل زندگی روزمره، اما در شعر اینو نمیگیم. ما اگر در بیت شعری، مصرع شعری، بند شعری چیزی رو میشنویم، سعی میکنیم بفهمیمش. چرا؟ چون قابلیت فهم رو با قابلیت اندازه‌گیری و مبتنی بر شعور خود دیدن یکی نمیدونیم. یعنی سعی میکنیم از حد خودمون فراتر بریم و به اون حدی که اون بند مد نظرشه برسیم. اینجا هنر بر ضد تفکر معاصر خودش داره عمل میکنه. تفکر معاصر که از دکارت شروع میشه، تفکر مدرن، ما قبلا گفتیم هر نوع معاصر بودن یعنی نسبتی با امر مدرن داشتن یا نداشتن. ما باید نسبت خودمون رو با امر مدرن مشخص کنیم به عنوان تفکر، به عنوان یه سیستم. یعنی باید بدونیم نسبتمون با ابژکتیویته چیه، نسبتمون با سوبژکتیویته چیه، نسبتمون با ماده باوری چیه، نسبتمون با سیطره کمیت چیه. تمام اینها مفاهیمی هستند که از دل دکارت در اومدن. ما از فرد میگذریم و به این میرسیم که تمام اینها مفاهیمی هستند که از دل فلسفه مدرن بر و در اومدن. دکارت برای اولین بار جهان رو چیزی کرد که بشه اون رو فهم کرد، اندازه گرفت، چون میتوان به آن شک کرد. یعنی به چه میتوان شک کرد؟ به چیزی که قابلیت پدیدار شدن رو برای ما داشته باشه. به چه چیزی میشه شک کرد؟ به یه امر غایب مطلق که نمیشه شک کرد. هر چیزی توانایی شک کردن رو در ما برمی انگیزه که قابلیت عینیت پیدا میکنه. از دل این میشه اقتصاد لیبرال رو هم در آورد. اینجا اقتصاد لیبرال به صورت در اصل بالقوه موجوده، بعد در تاریخ در زمان بالفعل میشه. پس انواع حالتهای حضور در اصل چیزهایی هستند که به انواع شکل‌ها قابلیت‌هایی از اندازه‌گیری رو با خودشون دارن. این اندازه‌گیری هم یه گفتمانه، یعنی یه جا وزنه، یه جا حدود معانیه، یه جا حدود بصریه، یه جا شدت و حدت یا غیاب حضوره. به همین دلیلی که نقاشی مدرن از تغییر شکل دادن تغییر رنگ دادن ابژه ها به جایی میرسه که در آن ابژه ها ناپدید میشن. اگر ما جام شوکران نوشیدن سقراط رو از ادگار دیوید به نوعی و به وجهی و به اشاره‌ای آغاز هنر مدرن بدونیم در هنر تجسمی، به دلیل اینکه بک‌گراند رو فیکس میکنه، محدودیت رو در بک‌گراند از بین میبره،
نامحدودی رو تبدیل میکنه به چیزی قابل اندازه‌گیری. ببینید وجوهی از قابل اندازه‌گیری بودن، وجوهی از عینیت تو ادگار دیوید هم متجلیه. تو جام شکران سقراط بک‌گراند رو فیکس میکنه، در صورتی که تو مونالیزا بک‌گراند فیکس نیست. تو مونالیزا بک‌گراند تا نامحدودی محدود، تا آنجا که چشم غیر مسلح میتونه ببینه ادامه داره. یه ابدیت پس پشت فیگور وجود داره. چرا؟ برای اینکه جهان وجهی از ابدی بودن رو توش داره. جهان ابدیه برای کسی که داره نقاشی میکنه، چه بخواد بهش اقرار کنه چه بخواد بهش اقرار نکنه. مدلولات هنر او داره به ما میگه جهان از منظر او ابدیه. چرا کار دیوید اول میگن در اصل ادگار دیوید میگن اول هنر مدرنه در هنر تجسمی؟ یکی از دلایلش اینه که بک‌گراند رو فیکس میکنه. بک‌گراند امر نامحدود نیست. ما سقراط رو داریم، جام شراب رو داره می نوشه، در لحظه نوشیدن فیکس شده. عکس العمل بقیه رو داریم نسبت به این موضوع در جایگاه مشخصی به عنوان مکان، در جایگاه مشخصی به عنوان زمان. همه چیز قابل اندازه‌گیریه. زمان قابل اندازه‌گیریه. زمان چیه اینجا؟ لحظه پیش از نوشیدن. لحظه پیش از نوشیدن شوکران رو تصویر کرده. یعنی مقابله شخصیتی مثل سقراط با مرگ رو تبدیل به وجهی از عینیت کرده. قابل اندازه‌گیریه. در یه جایی از اثر افلاطون ناراحته. بقیه شاگردا هر کدوم فیگورین، هر کدوم حالتی دارن. به عبارت دیگه روبرویی سقراط با مرگ به صورت امر متسلب به ما نشون داده میشه. داره به ما میگه این روبرویی رو به صورت امر عینی ببین. اما مثلا وقتی مثلا کاری از بروگل میبینیم، در عین حال که عینیت مطلق جاری است، اما داره به وجهی اشاره میکنه که از مخاطب میطلبه که به اون توجه کنی، تلاش کنی به اون برسی. یعنی اگر مسئله از امور روزمره رو به تو میگه، داره به وجهی از ناروزمرگی اشاره میکنه. اینو میگه که اونو بگه، به در میگه که دیوار بشنوه. یعنی همچنان هنرمند در جهانی زندگی میکنه که چیزها قابل اندازه‌گیری نیستند. چیزها به معنای نامحدودیت‌ها قابل دستیابی در انواع جداول عینی نیستند. به همین دلیله که میگن چه از نظر شماتیک دیوید و چه از نظر مفهومی سوگند هوراسیوس ها که نوشیدن جام شکران سقراطه آغاز هنر مدرنه. اینجا دیوید با مفاهیم سر و کار داره. مفاهیم رو ابژکتیو کرده، اما در مانع مفهوم به صورت تجلی مسئله‌ای عینی پدیدار شده. یعنی اومده و رنگ‌های طبیعت رو تغییر داده، اومده مسئله روزمره رو تبدیل کرده به امر تاریخی. همچنان برای دیوید مطرحی که مسئله‌ای که میخوای بگی باید مسئله تاریخی باشه، یعنی مسئله به خودی خود باید مهم باشه. همون گونه که داوید داره راجع به مفاهیم صحبت میکنه، مانع هم راجع به مفاهیم صحبت میکنه. مانع هم ابژه مورد نظر خودش رو با تغییر رنگ‌ها
با آوردن مسائل روزمره در زندگی و پرداختن به مسائل روزمره، اونم مسائل روزمره‌ای که ارزش خاصی ندارن. یعنی اگر دگا مسائل روزمره به عنوان چیزی منتسب به امر انقلابی، مثلا دگا راجع به اعدام محکومین، راجع به اعدام کردن و مسائلی که راجع به انقلاب فرانسه بوده، اینها رو تبدیل به ابژه های هنرش میکنه، اما مانع از این هم غیر ایدئولوژیک تر برخورد میکنه و با رنگ کار میکنه. مسائل و امور روزمره رو مثل نهار در سبزیزار قبل از مانع نمیتونه جزو موضوعات نقاشی باشه، چرا که هنرمندان فکر میکنن موضوع باید اهمیت تاریخی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر راجع به مرگ صحبت میکنم باید مرگ مسیح باشه، راجع به زوال صحبت میکنم باید زوال مسیح باشه. هنر مدرن از این قید خودش رو رها میکنه و میاد و مرگ رو به ماه و مرگ، نه مرگ به عنوان چیزی تاریخی، نه مرگ به عنوان مرگ مسیح، نه مرگ به عنوان به صلیب کشیده شدن مسیح یا مسیح روی صلیب، بلکه مرگ به عنوان امری روانشناختی، به عنوان امری روزمره، به عنوان مسئله بیمارستانی، مسئله پزشکی، مسئله تنانه و مرگ به عنوان مسئله فیگوراتیو. هنر مدرن خواسته یا ناخواسته به این میرسه. بعضی از مفاهیم در تاریخ هنر تجسمی تاریخ دارن، یعنی زمانمندی دارن، یعنی زمان دارن، زمانمندن، یعنی از جایی به جایی حرکت کردن، سیر کردن و ما میتونیم سیرشون رو از عینیت مطلق تا به زوال پی بگیریم. از جمله اینها خود موضوع نقاشیه که ما میدونیم در نقاشی ابستره موضوعات به مطلق درون مایه میرسن. یکی از مسائلی که هنرمندا بهش پرداختن مفهوم مرگ، زوال، نیستی، تمرکز رو ابژه تن، تمرکز رو امور نفسانی، امور تنانه به عنوان واسطه‌ای برای گفتن متافیزیک اون امورن. یعنی چی؟ یعنی بیکن به عنوان مثال در دوره‌ای که نقاشی فیگوراتیو به انتهای خودش رسیده، بیکن در زمانه‌ای داره زندگی میکنه که هنر ابستره تو آمریکا شکل گرفته، رشد کرده. بیکن به عنوان هنر اروپایی، چون در دوره‌ای مرکز هنر منتقل میشه به آمریکا، بیکن به عنوان هنر اروپایی، هنر بریتانیایی، ایرلندی بوده بیکن، گویی از مفاهیم دنیای مدرن بیرونه، چون مسئله فیگوراتیو بیانگر امور متافیزیکی دیگه نیست. اینجا متافیزیک به معنای مابعد الطبیعه نیست، به معنای چیزی است که به مثابه امر شاعرانه اتفاق میفته. یعنی ما نمیتونیم بگیمش. متافیزیک یعنی چیزی که ما نمیتونیم بگیمش. فیزیک اون چیزی که بهش اشاره میکنیم. البته در فیزیک هم ما مشکل داریم برای گفتن، تو خود علم فیزیک هم اینطوریه. تو نقاشی رویکرد به مفاهیم تا جایی پی گرفته میشه که خود خط، رنگ، چرخش خطوط میشن مسئله اصلی هنر ابستره. یعنی جدایی از شکل، فرم، بیانگری به معنای بیانگری امور بیرون نقاشی. توی همچین زمانی بیکن ورود میکنه به نقاشی، بخشی از نقاشی خودش رو بین میبره، اما اولین نقاشی که تقریبا ازش
وجود داره معروف به مصلوب. به صلیب کشیدن رو بهانه‌ای قرار میده برای گفتن غیاب. و ما داشتیم از همچین چیزی صحبت میکردیم که غیاب در نقاشی چگونه اتفاق میفته و اصلا حضور چگونه اتفاق میفته، که بعد بگیم غیاب چیه، محدودیت چیه تو نقاشی، نامحدودیت چیه. محدودیت تو نقاشی یه جا ذهنیته، یه جا عینیته. در بیکن غیاب و زوال رو به غیاب، رو به نیستی، چون زوال در انتهای خودش اشاره به غیاب میکنه. هر چیزی که رو به زواله روزی غائب میشه. شما یه مبلی رو هم که داره خراب میشه تعمیر میکنید، بعد انقدر داغون میشه که دیگه نمیتونید تعمیرش کنید، میندازیش دور، برای شما تبدیل میشه به ابژه غیاب. خاطره میشه تو ذهنت یه مبلی داشتیم دیگه وجود نداره، غایب شده. برای بیکن از نقاشی های اولش، گفتم بیکن بخشی از نقاشیش از بین برده، بخشیش هم که وجود دارن رو قبول نداره. از نقاشی مصلوب به این ور بیکن رسانه نقاشی رو بهانه‌ای قرار میده برای مطالعه زوال و از بین رفتن. این زوال و از بین رفتن در بیکن یعنی حادث شدن یک چیز متافیزیکی در فیزیک. یعنی چی؟ یعنی در بیکن زوال برای کاراکترهای به شدت منزوی، جدا شده، در چهارچوب‌های مشخص مطالعاتی قرار گرفته. حتی بیکن برای اینکه به صراحت اینو بگه از خطوط مشخص که کادر رو تبدیل به مستطیل مربع میکنه و به عبارت دیگه کادر رو از قاب نقاشی تفکیک میکنه استفاده کرده در اوج خودش. باز برای اینکه به این اشاره جدیتری بکنه، اشاره صریحتری داشته باشه، کارای به قول خودش سپرده‌ای یا به قول ما ایرانی ها سلطه‌ای میکنه. کاراش روایتی از یک چیزن، روایت های سگانه از یک چیز. چه چیزی؟ از مطالعه واقعیت. برای بیکن واقعیتی که در نقاشی توسط داوید به واسطه جدا کردن محدود از نامحدود، به واسطه بیان امر تاریخی در لحظه اتفاق، به واسطه حضور نمایشگرانه کاراکترها در امر تاریخی به صورت امور ابژکتیو، نه به صورت امور متعالی. مثلا مصلوب شدن مسیح همواره در نقاشی پیش از مدرن، دوران مدرن، یه امر متعالیه. اما برای بیکن تبدیل میشه به موردی از مطالعه واقعیت. همونجوری گفتم ریشه هنرمندان در ادگار داویده. چرا در داویده؟ برای اینکه یه مسئله زمانی و قابل مطالعه رو از مجموعه تاریخی خودش، از بارهای تاریخی خودش به واسطه اشاره به محدودیت بک‌گراند جدا میکنه، در لحظه اتفاق مسئله رو میگه، فیگورها رو از حالتهایی برای بیانگری امر متعالی به حالتهایی برای بیانگری امر جسمانی تبدیل میکنه دیوید. به همین دلیله که میشه گفت به این دلایل و به دلایل دیگه دیوید آغازگر
هنر مدرنه. فقط این نیست که بک‌گراند رو میبنده، نوع برخورد و مقابلش با موضوعاتش هم مدرنه. بخشیشو گفتیم. خب برای مانع این تبدیل میشه به این که اصلا نسبت به بیرون وقعی نمیگذاره. یعنی مانع میگه من نه تنها برای اینکه موضوع نقاشیمو بسازم نیاز به امر تاریخی ندارم، بلکه نسبت خودم رو با امر عینی هم قطع میکنم. اما اینجا قطع کردن این نسبت با امر عینی در تظاهرات اولیه است، یعنی به فیگور نرسیده، در حد رنگه. مثلا نهار در سبززار چرا مهمه؟ چرا رد شد؟ نهار در سبززار یه مسئله روزمره است. چند نفر رفتن یه پیکنیک. برای نقاشی قبل از مانع همچین موضوعی مبتذله. نقاشی باید موضوع جدی داشته باشه برای نقاشی قبل از مانع، ولی برای مانع همچین موضوعی مطرح نیست. امور روزمره براش مهمه. گفتم برای دگا موضوع همچنان تاریخیه. انقلاب اسپانیا، تاختن قدرت بر فردیت، هنوز مفاهیم براش بزرگن. هنوز مفاهیم محدوده های تاریخی دارن، محدوده های انسانی دارن، دامنه هاشون گیر در تاریخ و تعالی و امور مهمن. اما مدرنیته و هنر مدرن یکی از کارهایی که میکنه اینه که چیزها رو پروتستانتانیزه میکنه. یعنی چیزها رو از رابطه با قدس تبدیل میکنه به رابطه متقابل با من و اون چیز. رابطه اون چیز با تاریخ، با هستی اصلا اهمیت نداره. رابطه من هنرمند با اونه که مهمه. چیزها موردهای مطالعاتی هن برای اینکه من به چیزها رجوع کنم و چیزها رو به جلوه بیارم. همین سیر رو بخوایم پی بگیریم و فقط مسئله مرگ رو بخوایم مطالعه بکنیم، در یکی از اوجهاش گفتیم میرسیم به بیکن. بیکن چی کار میکنه؟ اصلا بیکن چرا کارش رو سه پرده‌ای میکشه؟ کارهای دوره اوجش رو سه پرده‌ای کشیده. بیکن از ارائه جزئیات گفتیم بیکن در دوره‌ای داره کار میکنه که هنر تجسمی، هنر نقاشی به حد اعلای ابستراکسیون رسیده. اما بیکن به موضوعات فیگوراتیو نظر داره. بیکن بدون اینکه بگه، شاید هم جایی گفته، موضوعات غیر فیگوراتیو انسانی رو، یعنی موضوعاتی که نه فیگوراتیو و نه انسانی رو، محمل‌هایی برای بیان چیزهای جدی نمیدونه. اونها رو محمل‌هایی برای بیان مهمترین مسئله انسان، مرگ، نمیدونه. شاید یکی بگه مهمترین مسئله انسان زندگیه، اما مهمترین مسئله انسان مرگه. چون اگر مرگ نباشه زندگی ابدیه. این مرگی که زندگی رو حد میزنه، این مرگی که زندگی رو معنا میده، این مرگی که میگه زندگی با ارزشه یا بی ارزشه یا اصلا زندگی وجود داره. شما فکر کن مرگ نیست. زندگی امر زمانمند نیست که. شما میتونی هر اشتباهی رو 1000 بار انجام بدی، 10,000 بار. مرگی که نیست. مرگ نیست یعنی پیری هم نیست، چون اگر پیری هست مرگ هست. مرگ نیست یعنی زمان نیست. وقتی مرگ نیست یعنی زمان نیست. بیکن میگه امور فرمالیستی محض موضوعات درستی برای مطالعه مرگ نیست. چه بگه چه نگه مهم نیست. بیکن اینو گفته. بیکن در نقاشیش داره اینو میگه. بیکن میگه برای مطالعه موردی بنیادین مثل مرگ ما مجبوریم از راه فیگور ورود کنیم. چرا؟ چون فیگوره که مورد طعنه مرگ قرار میگیره. فیگوره که مرگ رو و مرگ که فیگور رو مورد تعارض
و تلاشی قرار میدم. یعنی تمام زندگی فیگور مبارزه با مرگ، تمام حضور مرگ هم معدوم کردن فیگوره. بیکن برای اینکه اینو بگه وارد جزئیات نمیشه. یعنی پورتره هایی که کار کرده، فیگورهایی که کار کرده، عموماً موردهای منزوی، جدا شده به صورت تأکیدی، گفتم با خطوط خیلی مشخص. یعنی بیکن میاد اینها رو تبدیل میکنه به پرده های نمایشی، دور روایت رو خط میکشه، حدودش رو مشخص میکنه، تمرکز مطلق از مخاطب میخواد. میگه متمرکز کامل شو رو موضوع. ببین حتی اجازه نمیدم به بیرون خط تمرکز کنی، چارچوب بهت میدم فقط تمرکز کن رو چارچوب. برای چی؟ برای اینکه میگه مورد عینی حامل یه چیزی است که عینی نیست، اما به صورت پارادوکسیکال به شدت عینیه. بیکن هنرمندی معتقد به آنچه که عوام، عامه مردم، خود ما از مرگ مد نظرمونه، از متافیزیک مد نظرمونه نبود. بیکن هنرمند متافیزیک باور یا مابعد الطبیعه باور یا آخرت باور به این معنا از متافیزیک تنها معناش نیست، منظورم از متافیزیک این معناشه. بیکن معتقد به همچین چیزی نبود. بیکن مرگ رو چیزی میدونه که فیگور رو از چارچوب زندگی بیرون میبره، میاد جای اونو میگیره، وارد میشه جای اونو میگیره یا از جای اونو میمکه. به عبارت دیگه بیکن مرگ رو موردی متافیزیکی میبینه. ما چی داریم میگیم؟ ما میخوایم تفاوت نگاه بیکن و فروید رو نسبت به انهدام و زوال تا حدودی بیان کنیم. بیکن بدون اینکه بخواد باورمند به متافیزیک باشه، اما به دلیل اینکه فیگور به صورت موردی دارای اجزا از مطالعه نیست، فیگور حضور کامل داره در نقاشی‌هاش. یعنی فیگور موردی نیست که دارای اجزای تشکیل دهنده‌ای مانند پوست، سلول‌ها و حضور شدید باشه. پورترهای بیکن با قلم‌های روان کشیده شدن، فیگورهای بیکن با قلم‌های روان کشیده شدن. دلیل اینکه بیکن رویکرد روان در رنگ و قلم به موضوعاتش داره، یکیش اینه: مرگ مانند رودی تو رو میشوره میبره. بیکن اینو داره میگه، مرگ براش اینه. در عین حال مرگ شقه میکنه ها. در بیکن مرگ شقه میکنه. پس مرگ چیه؟ پس مرگ موردی درونی نیست. گفتیم مرگ موردی متافیزیکیه در بیکن، با اینکه بیکن اصلا معتقد به متافیزیک نیست. خود فرانسیس بیکن به عنوان یه موجودی که در یک تاریخی به دنیا اومده و در یه تاریخی به این رفته، معتقد به مرگ به عنوان امری متافیزیکی نیست. اما نقاشی هایی بیکن به دلیل رویکردش نسبت به رنگ، نسبت به فیگوراتیو کردن مفاهیم، از مرگ موردی متافیزیکی میسازه. یعنی حضور مرگ مصادف است با غیاب فیگور، اما این غیاب
چون حضور شدید نیست غیاب هم شدید نیست. به عبارت دیگه چون حضور کامل نیست غیاب هم کامل نیست. یعنی چی؟ یعنی ما همزمان میبینیم از یه دری داره مرگ میاد تو، از یه دری فیگور داره میره بیرون. از یه جا مرگ به عنوان موضوعی زمانمند، مکانمند، اما متافیزیکی که قابل دیدن نیست، جزئیات نداره، پوست نداره، استخون نداره، مفصل نداره. مرگ برای اینکه بگه من مفصل دارم باید مفصل فیگور رو تیکه تیکه کنه. به همین دلیل که بکن کاراکترهاشو شقه میکنه دونه دونه. در یه جایی، در یه پورتری که بعد از مرگ دوستش اتفاق افتاد، بکن جمله معروفی داره، میگه تمام دوستانم مثل مگس در اطراف من می مردند و می افتادند. نمیخواد بگه دوستای من مثل مگس هم بی ارزشن، میخواد بگه انسان مثل مگس می میره. همونقدر که مگس یه مورد طنانه است و خیلی راحت می میره، در صورت که ما اگر مگس رو مورد مطالعات وجود شناختی قرار بدیم، مگس بسیار مورد حیرت انگیزیه. تمام علم امروز همه هم و غمشون رو روی هم بذارن و جمع کنن و تشدیدش هم بکنن، مجذورش هم بکنن، نمیتونن مگس بسازن. فقط از سلول های بنیادین مگس میتونن مگس بسازن. خب سلول های بنیادین مگس که خود مگس اصلا مگس نمیتونیم بسازیم ما. مگس خیلی چیز مهمیه، پشه خیلی چیز مهمیه، ولی از منظر بیکن اشاره‌ای به تعلق ما به انواع. اینجا بیکن در اصل داروینی فکر میکنه، داره میگه که ما هم بخشی از انواعیم. منم مثل مگسم. مگس همون جوری که میمیره به راحتی ما یه مگس رو با حشره کش میکشیم، اما نمیدونیم که مگس چه موجودیه. چقدر حیرت انگیزه مگس. فقط نوع دریافت مگس از زمان رو که دانشمندا بهش فکر کردن، مگس زمان رو آهسته میبینه. فقط کافیه ما یه موجودی بسازیم مگس زمان رو آهسته ببینه. یعنی حرکت در محدودیت‌های علم. اینا حرکت در محدودیت‌های علمه. پس بیکن با این که امور متجلی در عالم مثل مگس، پشه، درخت، اینا امور بسیار حیرت انگیزی هن، اما بیکن نگاهش به مگس یه نگاه موردیه، یکی از انواعه. میاد ویز ویز میکنه، میخوره، تخم گذاری میکنه و میمیره. بیکن میگه ما هم همینیم. در یکی از پورترهاش، سگانه هاش که از خودش کار کرده، که بعضی از منتقدین گفتن از دوره اوجش عبور کرده، که از نظر من در دوره اوجش در اطلاق خودشه در این کار، که من راجبش چند خط نوشتم تو اینستاگرام. تو اون پورتره تو پرده سمت راست صورت رو در لحظه تلاشی نشون داده، در لحظه که داره متلاشی میشه. یعنی چی؟ یعنی مرگ اگر هست تو نیستی. گفتیم مرگ در بیکن مسئله متافیزیکیه، یعنی بودنش نبودن توه. به همین دلیل در لحظه تلاشی تونسته در به همین دلیل بعضیا میگن، شاید به همین دلیل بعضی از منتقدین میگن یکی از شاهکاراشه، و به نظر منم یکی از شاهکاراشه، چون در به قول خودش مطالعه، میگه مطالعه، کاراشو اسمشو میذاره مطالعه. مطالعه چی داره مطالعه میکنه؟ بگه مثل یه دونه کالبد شکاف کالبد رو میشکافه و انقدر میشکافه تیکه تیکه میکنه
تا از پرت کردن هر تکه، دفن کردن هر تکه در جایی به تو امری غیابین مانند مرگ رو بده، تا امری غیابین مانند مرگ رو با تکه تکه کردن و پرتاب کردن عناصر تشکیل دهنده فیگور به تو بده. به همین دلیل در کارهای قبل از این پورترش مرگ مثلا یه جا از یکی از کارهای آشیل، آیسخولوس، آشیل بزرگ، الهه انتقام استفاده میکنه. یعنی ریشه های باور بیکن همچنان در متافیزیک یونان باستانه. یعنی انتقام جویان کسانی اند، مواردی اند، حالت هایی اند، گونه هایی اند، جهان هایی اند، مواردی اند که از جایی، از مکانی میان، وارد میشن به صورت امور ابژکتیو در بیکن، به صورت تاریکی، خفاش و فیگور رو میخورن. از کجا؟ از دستشویی، لوله دستشویی فیگور خورده میشه میره، فیگور تبدیل میشه به فاضلاب، تبدیل میشه به امور بیهوده، بی ارزش. پس مورد مرگ در بیکن یعنی مطالعه چیزی متافیزیکی که حضورش غیاب ابژه فیگوره، حضورش غیاب فیگوره و اینو به شدت میگه و اینو با نبوغ میگه. واقعا بیکن یه هنرمند نابغه است در هنر تجسمی، بی تردید یه هنرمند نابغه است و چون فکر میکنه نمیتونه امر ابژکتیو رو، امر متافیزیک رو به صورت امر ابژکتیو بگه، از دوره‌ای به بعد از فلش ها استفاده میکنه. فلش ها یعنی اینکه از همه آنچه که میبینی جدا شو، متمرکز شو رو جایی که من میگم. میگه از اینجا میاد مرگا. مثلا یه فیگور رو کشیده، تو همون گفتم مطالعه سلف پورتره که خودش رو کشیده و ازش پرسیدن چرا خودتو کشیدی؟ میگه دوستانم مثل مگس میریختن و میمردند، به همین دلیل چون کسی نبود خودمو کشیدم. این به ما یاد میده که هنرمند نباید راجع به کار خودش توضیح بده. هنرمند با توضیح کارش مرگ کار خودش رو رقم میزنه. هنرمندان باهوش توضیح نمیدند. گفتم در دنیای توسعه نیافته چون جامعه ایران که ما فکر میکنیم هنر باید چیزی رو بگه. مثلا میگیم منظور چیه؟ خب منظور چی؟ منظورم همینی که کشیدم، منظورم همینی که نوشتم، منظورم همینی که رقصیدم، همینی که بازی کردم. منظورم اینه دیگه. اگه منظورم چیز دیگه ای بود که میرفتم اون چیز دیگه رو انجام میدادم. منظورم اینه که اینو گفتم. منظور خود چیزه. در دنیایی که ما هنوز اینو نفهمیدیم، در جامعه که هنوز نفهمیدیم، عموما میان از هنرمندا توضیح میطلبن و هنرمند توضیح میده. هنرمند نباید توضیح بده. توضیح یعنی متسلب کردن دایره معانی مسئله. به همین دلیل چون بیکن باهوشه به معنای در اصل متافیزیکی، به معنای هنرمندانه باهوشه. منظورم این نیست که 4 تا معادله رو حل میکنه یا خوب حفظ میکنه یا بیزینس میکنه چون باهوشه چون مسئولیت تاریخی خودش یا حداقل اهمیت تاریخ خودش رو میدونه. نباید توضیح بده. مارتین هایدگر به بهترین شکل اینو گفته تفکر نباید خود را بر باد بدهد. تفکر در عینیت مطلق خود رو بر باد میده. هنر عینی نیست. هنر حتی اگر مطلق عینیت باشه اشاره به، حتی خودش اگه باشه اشاره به خودش به مثابه امر غایبه. چون اگه خودش باشه که همه چیز هنره.
پس اگر هنر صرف خودش رو بگه هیچ چیز هنر نیست، همه چیز هم هنره. پس هنر همواره چیزی رو میگه. به همین دلیل هنرمند نباید توضیح بده. داشتیم اینو میگفتیم. بیکن داره میگه که چون دوستانم میمردن و مرده بودن و من کسی نداشتم، از خودم کار کردم. به عبارت دیگه اینجا بیکن بدون اینکه بگه داره مرگ رو از امری مطالعاتی در بیرون تبدیل میکنه به مسئله مطالعاتی در درون. یعنی همانقدر که به مرگ نزدیک شده، اما هنوز مرگ مانند چیزی شبیه خودش نیست. مرگ چیزی به عنوان خودش نیست. مرگ دوستان رو داره مطالعه میکنه. ما میدونیم مرگ همیشه مرگ دیگریه. به مرگ اگه فکر کنیم، مرگ همیشه امر متعلق به دیگریه. ما میگیم فلانی مرد، فلانی داره میمیره. یا اگر میگیم دارم میمیرم، یعنی این که من مریضم. اما مرگ رو به ابژه تنانه خودمون تبدیل نمی کنیم هیچ موقع. مرگ همواره مرگ دیگریه برای ما. برای بیکن هم همین جوریه. تا وقتی که از قضا دوستانش میمیرند، نزدیکانش میمیرند، بیکن هنرمند مانند فروید، هنرمند اشراف منشیه. اینجا ما منظورمون هنرمند آریستوکراتیه، هنرمند متعلق به الیته، هنرمند کوچه بازار نیست. هر کسی کاراشو نداره. مجموعهاش متعلق به آدمای خاص جامعه. دوستان محدودی داره، جاهای محدودی میره، از انظار غائبه، توی کلوپ خاصی عضوه و تو کلوپی هم عضوه که فروید هم اونجا عضوه، لوسی هم فروید. بیکن بعد از دوره‌ای که دوستاش از بین میرن، مرگ براش نزدیکتر میشه. مرگ رو مطالعه میکرد. به چه واسطه؟ به واسطه بدنهایی که بدن خودش نیستن. بدن این دوست، اون دوست. وقتی دوستاش میمیرن، مرگ در خودش خانه میکنه و بدن خودش رو، اینجا بدن به مثابه عینه. تفاوتش با لوسیان فروید اینه. اونجا بدن به مثابه تن، گوشته. اینجا بدن به مثابه مفهومه. در بیکن بدن مفهومه، در فروید بدن گوشته، تن، استخوانه، عینیت بدنه، رئال بدنه، واقعیت بدنه. نه بدن چون ابژه استلیزه شده. چون نمیتونیم بگیم که بدنهای بیکن خیلی در اصل به معنایی که در دنیای قبل از او رئال بود رئاله، که جزئیات نداره، افشاگرد نیست، پوست نیست، گوشت نیست. به همین دلیل بیکن بدن رو در عین حال که مرگ رو از درون داره مطالعه میکنه، اما مرگ رو به عنوان موردی بیرونی میبینه. پس مرگ براش مسئله متافیزیکیه که حضورش مصادف است با غیاب فیزیک بدن. دقیقاً ضد این فرویده. لوسیان فروید به غیر از یکی دو تا پورتری دوره جوانیش، کارهای دوره جوانیش که علاقمند به سورئالیستا بود، کارهایی هم داره شبیه مگریت با همون حال و هوای مالی خولیایی زمان بی زمان. اما بعد از دوره‌ای پورترهاش رو تبدیل به موردهای مطالعاتی زمانمند میکنه. یعنی زمان رو وارد پورتره میکنه. به مثلا دارم میگم در دیکریکو زمان
در فیگورها دیده نمیشه. اشکال فیگوراتیو هم ولی تنانه نیستن. یعنی چی؟ یعنی سایه ها هن که به تو میگن زمان کیه. تاریک روشنی اتمسفری که به تو میگه زمان کیه. زمان تبدیل به موردی درونی نیست، نشده. زمان بخشی از بدن نیست، در صورتی که برای ما زمان بخشی از بدنه. زمان رو ما تأثیر میذاره. دیر شد بخوابیم، زود شد بریم، پیر شدم، خسته، همه اینا موکول به زمانه. زمان چیزی بیرون از ما نیست. زمان در ما میگذره، زمان با ما میگذره. ما با زمانیم، ما در زمانیم. زمان ماییم، ما زمانیم. ولی مثلا تو دیکریکو زمان اینجوری نیست. زمان تبدیل به متافیزیکی شده که حضورش در سایه ها دیده میشه. سایه دیوار، سایه فیگورهای مانکنبار. در امپرسیونیستا زمان تبدیل به موردی برای مطالعه نور شده. یعنی زمان اهمیت اگر داره به دلیل اینکه در زمانهای متفاوت نورها تغییر شکل، تغییر حالت میدن. یعنی یه درخت، یه خونه، یه سبزه، یه برگ تحت زمانهای متفاوت حالتهای گوناگونی پیدا میکنه. زمان برای امپرسیونیست ها زمان در زمانی نیست، زمان محدود روزمره است. یعنی زمانی است در قاب 24 ساعت. یعنی یا روزه، یا صبح، یا صبح، یا 10 صبح، صبح زوده، یا 10 صبح، یا ظهره، یا بعد از ظهر اولی، یا بعد از ظهر دومه، یا عصر، یا شبه. پس فردا نیست، 2 سال بعد نیست، 10 سال بعد نیست. زمان چیزی نیست که به واسطش چیزها در زوال خودشون پدیدار بشن. زمان چیزی نیست که به واسطش نظم به بی‌نظمی تبدیل بشه. یکی از فرمول‌های فیزیک تبدیل نظم به بی‌نظمی این کاره جهانه. جهان این کارو میکنه، از نظم‌ها بی‌نظمی میسازه در یک نگاه محدود، چون مسلماً بی‌نظمی ها از منظر ما بی‌نظمی‌ان. خب پس زمان که برای نقاشی مسئله بوده، بر رامبراند هم مسئله است. در رامبراند زمان فیکسه. زمان موردی است برای مطالعه ابژه در ابدیت خودش. زمان موردی است برای چگونگی وصول به نور به عنوان واضح کننده چیزها. برای امپرسیونیست ها زمان چیزی است که طی 24 ساعته داره و سلام، دیگه زمان مفهوم نیست. اما برای بیکن گفتیم زمان چیزی است که زوال میاره. زمان چیزی است که وجود از طریقش به سمت مرگ میره. یعنی زمان اگزیستانسیال برای بیکن مطرحه، برای امپرسیونیست‌ها مطرح نیست، اصلا بهش فکر نکردن. اما برای بیکن زمان چیزی است که جان، تن، بدن، روان از دریچه اون پدیدار میشه، بارور میشه یا نمیشه و جای خودش رو به چیزهای ناشکل متافیزیکی که بیانگر نیستی و مرگن میده. بیکن اینو داره میگه، فروید هم داره اینو میگه.
برای فرویدم زمان در درازنای خودش، در دریچگی برای تجلی وجود، در دریچگی برای تجلی زندگی پدیدار میشه زمان و از جایی به جاییت رو نشون میده، از تولد تا مرگ. تفاوت فروید با بیکن اینه که گفتیم بیکن مرگ رو متافیزیکی میدونه که برای برپا کردن حضور خودش نیاز به بیرون راندن تن داره. تن باید بیرون بره، شقه بشه یا هر چیز، تن باید بیرون بره تا اون بیاد. اما برای فروید اینجوری نیست. فروید میگه من دلیلی نمیبینم که متافیزیک رو بگم. فیزیک مطلق متافیزیکه. فروید رو میگه. لوسیان فروید میگه مطالعه بدن، نه اینکه خودش بگه، کارش داره میگه مطالعه بدن برای من یعنی مطالعه نابدن. مطالعه بدن به مثابه فیگور، به مثابه انتظامی از امور جسمانی، مفصل بندی، استخوان بندی، گوشت پوست، حالتهایی از ایستادن، نشستن، لمیدن، حالتهای فیگور در مکان که موردهای مطالعاتی بوده برای نقاشا، برای مجسمه سازا. بدن خودش مورد مطالعاتیه دیگه. لمیدن، ایستادن، راه رفتن، نشستن، پرتاب کردن، گرفتن، بوسیدن. حالتهای عینی فیگور بعضی موقع در عینیت خودشون میمونه، بعضی موقع این حالتهای عینی دریچه است برای ورود به روان فیگور، مثل مجسمه بوسه، مثل راه رفتن، مثل کارهای جاکومتی در فضاهایی که از قضا بیکرانند، بدون اینکه بخواد بیکران به ما نشون بده، اما بیکرانند. خب پس فروید با مطالعه فیگور در حالتهای به شدت واقع گرا، برخلاف بیکن، حالتهای بیکن هم واقع گراست، یعنی رو صندلی نشسته، رو چهارپایه نشسته، اما چهارپایه جایگاه ورود مرگه. حتی میگه حواست باشه شاید از این تو بیاد، شاید مرگ از این تو، حواست باشه. یعنی برای بیکن تمام عناصر موردهایی هستند که مثل فیلم ترسناک که یه درم باز میشه مخاطب میترسه. هدف فیلم های ترسناک اینه دیگه، تمام عناصر رو تبدیل کنن به چیزی که تو رو بترسونن، همه چی، صدا، همه چی. برای بیکن هم اشیا، بدن، رنگ ها جایگاه های گفتیم ورود متافیزیکی به نام مرگن. یعنی از چهارپایه مرگ داره وارد میشه. اگر چهارپایه تغییر شکل داده چون مورد مرگ قرار گرفته، این چهارپایه باید تغییر شکل بده تا تو مرگ رو ببینی، تغییر فرم باید بده. به همین دلیل چهارپایه زیر پاش میبینی که در یه اعوجاجیه و جایی بعضی موقع بیکن اشاره میکنه، میگه حتی بیکن کارهایی داره که بعد از مطالعات سلف پورترش کارهایی داره که پورترها از صحنه کنار رفتن دیگه حضور نداره فیگور، مطلق مرگه که حاضره. و بیکن فلش زده، میگه اینجا ببین، اگر فلش نمیزد ما فکر میکردیم که داره چیزی رو میگه، حالا ابژه‌ای رو، ولی وقتی فلش زده داره میگه که این دیگه شدت مرگه. میگه دیگه و تو اون کارام فیگور نیست، فیگور کلا نیست دیگه، فیگور انسانی نیست، فیگور غایب شده. تو بعضی از کارها یه لکه خون باقی مونده. چی حاضره؟ چیزی که حاضره مرگه، اما مرگ به مثابه مورد عینی. اینجا لکه خون هم یه مورد عینیه،
لکه خون که مرگ نیست. یعنی متافیزیک مرگ هم برای بیکن باز در حد نهایی خودش نوعی حضور فیزیکیه، برای اینکه مرگ رو که نمیشه نشون داد. یعنی مرگ رو به صورت گذار میشه نشون داد ولی به صورت فیکس نمیشه نشون داد. به صورت یه امر گذارین میشه نشون داد، یه امر فیکس شده نمیشه نشون داد. اما فروید چی کار میکنه؟ گفتیم فروید از مطالعه احوال روزمره، امور پدیدارین در روزمرگی استفاده میکنه تا مرگ، زوال، نازیبایی، ناخودآگاهی، تن به مثابه موضوعی متسلب پس چون زندان، از امور روزمره اشاره میکنه که اینا رو بگه. میدونیم در تاریخ نقاشی هایی که بدن عریان رو نشون میدن زیاد بودن. همیشه وقتی بدن عریان رو نشون میدادن به دلیل اشاره یا جلوه گری زیبایی در صورت بدن بوده. هنرمند میخواد زیبایی رو نشون بده، چجوری باید نشون بده؟ زیبایی رو چجوری میشه نشون داد؟ اصلا هر هنری زیبایی مفهومه. هنر نمیتونه مفاهیم رو بدون ابژه ها بنامه. حتی شعر که غیر ابژکتیو ترین نوع هنر و نهایی ترین نوع هنره، چرا؟ چون با زبان به ماه و زبان سر و کار داره. یعنی هر آنچه ماییم. زبان یعنی چی؟ یعنی هر چی ماییم. زبان یعنی خدایگانی انسان در میرایی خودش. 100 میلیارد خورشید از آن من است. در زبان نامحدود اتفاق میفته. به همین دلیل شاعرانگی اوج هنره. اما در شاعرانگی هم نامیدن چیزها یا مفاهیم، چیزها به عنوان مفاهیم به واسطه در اصل امور عینی هستند. مفاهیم رو نمیشه نامید. حتی در شاعرانگی، یعنی در هنر چون شاعرانگی. میدونیم وقتی هنر به اوج خودش میرسه میگیم شاعرانه شده، سینمای شاعرانه. یعنی هنری که شامل دیگه، تأویل پذیر، شمول داره بر هر چیزی. شعر یعنی این شمول بر آغاز و انجام محدوده زبان. شعر اینه. شعر از آغاز و انجام زبان استفاده میکنه و دربر میگیره اینو. هنری که میخواد بنامه در اوج خودش میشه شاعرانه. اما حتی هنر شاعرانه هم برای نامیدن مفاهیم نیاز به ابژه ها داره. به همین دلیل مفهومی مثل زیبایی رو ما در تاریخ هنر نمیتونیم بدون ابژه ها بگیم. یعنی یا باید کاراکترها رو به جون هم بندازیم، عاشق هم کنیم، یا هر چیز، یا هر جور نامیدنی. حالا زیبایی تقریبا یه امر ملموسه. یعنی ما در روزمرگی خودمون زیبایی رو میبینیم. ایستگاه مترو زیبا، دختر زیبا، شعر زیبا، لباس زیبا. اما مرگ رو چگونه میخوایم بنامیم؟ چگونه میخوایم مرگ رو بگیم؟ زوال رو چگونه میخوای بگی؟ ما میریم توی باغ پاییزی، در پاییز میگیم چه برگ‌ها نشانه زوالن. کی گفت؟ شاید برای یه نفر دیگه برگ‌ها نشانه رنگ مثلا زردی هن که داره بهش فکر میکنه. برای حشرات برگ‌ها نشانه زوال اصلا نیستن، اونا غذا براشون میخورن. برای باکتریایی که برگ‌ها رو میخورن و در از تبدیلش میکنن به غذا، زوال نیست، غذاست.
پس نظرگاهی که زوال یا غیر زوال رو میسازه. خب هنر نقاشی هم یه نظرگاهه. هنر نقاشی چگونه باید مرگ رو بنامه؟ گفتیم 2 نفر از کسانی که مرگ رو به صورت درجه 1 نامیدن بیکن و فرویده. گفتیم بیکن چجوری نامیده. فروید برای نامیدن مرگ بدن رو به عنوان فیزیک و مرگ رو به عنوان متافیزیک مقابل هم قرار نمیده، بلکه فروید بدن رو جایگاهی قرار میده که فیزیک مرگ رو بگه. یعنی مرگ برای فروید تبدیل میشه به فیزیک مرگ. با مطالعه بدن چون گوشت، مطالعه بدن چون پوست، مطالعه بدن چون فیگور لخت. گفتیم در تاریخ نقاشی بدن لخت عموماً رهیافتی به زیبایی بوده. همیشه بدن زن بوده چون نماد ظاهری تری از زیباییه و چون عموماً نقاشان بزرگ مرد بودن. این هم یه در اصل رویکرد نهادگرایانه به تاریخ از منظر مردانه که هست، چاره‌ای هم ازش نبوده. بدن تبدیل می شده به نمادی از اروتیسم. فروید بدن رو تبدیل میکنه به تجلی ناخودآگاه. فروید نوه زیگموند فروید معروف و بزرگ بنیانگذار روانشناسی و فیلسوف روانشناس. فروید تبدیل میکنه انسان رو، زیگموند فروید از منظر زیگموند فروید انسان موردی قابل وصول نیست. چرا نیست؟ برای اینکه انسان مجموعه ای از ناخودآگاه و خودآگاهه، بماند که تضادی است بین من و ابرمن و نهاد، با اوناش کاری نداریم، اما درگیری بین ناخودآگاه و خودآگاه. یعنی چی؟ یعنی خودآگاهی که ما میبینیم جلوه ای از مجموعه به شدت غیر قابل دستیابی و معناگریز از چیزی است، از جایگاهی، جای مکانی، جهانی به نام ناخودآگاه که از قضا جای خوبی هم نیست. نمیتونیم حتی بگیم بده. یعنی ما نمیتونیم ناخودآگاه رو بنامیم. خوابهایی که ما بینیم تو امور روزمره، مثلا میبینیم ما خواب میبینیم، خوابهای عجیب غریب. من شنیدم اومدن به من گفتن خب من خواب دیدم فلانی زدم کشتم. ناخودآگاه جایگاه پنهان کردن خصلت‌های دوگانه حیوانی خدایی ماست. توضیح میخوادین همونقدر که ناخودآگاه جایگاه پنهان کردن خصلت‌های حیوانیه، جایگاه روییدن خصلت‌های خدایی هم است. ناخودآگاه نامیدنی نیست، چیدنی نیست، نمیشه بهش نظم و ترتیب داد، نمیشه نشانگانی اونو تعریف کرد، نمیشه طبقاتشو مشخص کرد، آغاز و انجام نداره. فروید انسان رو بیش از آن که خودآگاه بدونه ناخودآگاه میدونه. لوسیان فروید هم بدن رو تبدیل به جایگاه مطالعه چیزی میدونه که انسان سعی در پوشیدنش داره. یک جایگاه مطالعه مرگ برخلاف بیکن در خود بدن به واسطه دقت افشاگرانه، دقت‌های موردی، دقت‌های به شدت رئال، با حرکت‌های خشن قلم
دقت هایی که سایه روشن حضور مرگ رو داره میگه. یعنی لازم نیست مثل بیکن، لازم نداره فروید مثل بیکن فلش بزنه برای مرگ، بگه مرگ از اینجا میاد از اونجا رفت، بدن رو ببین بدن رو ببین تغییر شکل و تیکه تیکه شقشن. خود بدن جایگاه مرگه، خود بدن مرگه، بدن موردی مطالعاتی برای بیان مرگه. لازم نیست از کادربندی، جدا کردن فیگور از زمان از مکان استفاده کنه. شدت ورود لوسیان فروید به ابژه بدن یعنی شدت حضور مرگ در ابژه بدن، شدت حضور زوال در ابژه بدن. سایه روشنهاش معروف لوسیان فروید نقاشی است که بیش از همه گوشت بدن رو به مثابه مسئله گوشتین مطالعه کرده. استاد کار کردن با رنگ‌های گوشتیه. چرا کلید گوشته؟ چرا کلید اتفاقا همونقدر که کلید گوشته کلید استخوانه، حضور داره استخوان تو کاراش. جایی که گوشت فرو رفته استخوان زده بیرون. استخوان چیه؟ استخوان در اوج خودش تجلی مرگ اسکلت دیگه. اوج استخوان میشه اسکلت. اسکلت یعنی جایی که گوشت دیگه نیست. گوشت وقتی نیست یعنی روح نیست. حالا اون که معتقد به روح نبوده. گوشت وقتی نیست یعنی زندگی نیست. فروید گوشت رو موردی مطالعاتی قرار میده برای پدیدار شدن استخوان، برای پدیدار شدن زشتی. لباس رو کنار میزنه. لباس چیه؟ گفتیم فروید نوه زیگموند فروید، لوسیان فروید. زیگموند فروید انسان رو مجموعه ای از خودآگاه ناخودآگاه میدونه به سود ناخودآگاه. یعنی 90% ناخودآگاه انسان از منظر فروید 10% خودآگاهه. رویکرد لوسیان فروید به بدن به مثابه اوریانی یعنی کنار زدن خودآگاه برای ورود به حوزه ناخودآگاه. همون گونه که ما خودآگاه خودمون رو میپوشونیم، ناخودآگاه خودمون رو میپوشونیم، همون گونه که ما به دلیل آداب معاشرت، امور اجتماعی، ادب و سعی میکنیم جور دیگری به نظر بیاییم که جالبتر باشیم، قابل قبولتر باشیم، چون تنها میشیم دیگه. هر کس به خودش باشه. حوصله تو رو ندارم، از تو خوشم نمیاد، از تو متنفرم، همه از هم جدا میشن. پس آدما برای ناخودآگاه خودشون، اینجا ناخودآگاه باز حالت ملموسی داره. منظور ما اینجا ناخودآگاه به ما و ناخودآگاه نیست. همون گونه که ما خودمون رو میپوشونیم، ناخودآگاه خودمون رو میپوشونیم با جلوه های خوشایندی از خودآگاه، لوسیان فروید کنار میزنه تا به اوریانی به مثابه امر زشت ورود کنه. اوریانی همیشه در تاریخ نقاشی امر زیبا بوده. بدن بوده به مثابه اروس، عشق. بدن بوده به مثابه جنسیت، زنانگی، لطافت، زیبایی. برای لوسیان فروید بدن ابژه ناخودآگاهه، ابژه زشتیه، ابژه‌ای است که ما اونو میپوشونیم با لباس. فروید لباس رو کنار میزنه، بدن رو در شدت خودش، نازیبایی خودش. بدن نه به مثابه موردی رسانه‌ای، موردی
تحت پارادایم مد، پارادایم فشن، لاغری، هیچ کدوم اینا نیست برای فروید. فروید صراحت داره، صریحه، به شدت صریحه، میگه بدن اینا نیست. بدن اون چیزی نیست که تو مجله وگ، تو کانال های فشن، تو مسابقات میس ورد، تو اینا نشون داده میشه. بدن اینا نیست. میگه بدن اینه. این یعنی چی؟ یعنی انسان اینه. چرا؟ چون از نظر فروید بدن یعنی انسان. برای لوسیان فروید چیزی به نام روح وجود نداره، چیزی به نام بدن هم به خودی خود وجود نداره. مجموعی از تن، روح بدنه. پس دلیل این که فروید، یکی از دلایل این که فروید لباس رو کنار میزنه، مثل خیلی از موردها در تاریخ نقاشی، و بدن رو مطالعه میکنه، اینه که ناخودآگاه رو مطالعه کنه. ناخودآگاه ارتباط داره با زوال، با مرگ، با زمان، با از دست دادن. پس برای لوسیان فروید مرگ مسئله متافیزیکی نیست که از یه در بیاد بدن از یه در دیگه بره، مثل بیکن. اینا دو گونه روی کردند، هیچ کدوم بر هیچ کدوم ارجحیت ندارند. هر کدوم با خودشون حالتهای بیانی، حالتهای فرمال به وجود میارن و حالتهایی را از دست میدن. در مقایسه تطبیقیشون شاید بعداً بگیم که کدوم به کدوم ارجحه. به نظر من فعلا هیچ کدوم بر هیچ کدوم ارجح نیست. دو نوع رو کرد به زوال، زمان، بدن، مرگ، نیستی، بی‌نظمی، غیاب و اموری از این دستند. اما گفتیم برای فروید ورود مرگ مصادف با خروج بدن نیست. ورود مرگ در خود بدنه، یعنی خود بدن به تو داره مرگو میگه، با سایه روشنها، با پدیدار شدن استخوانی، با پدیدار شدن گوشتی. یعنی حتی گوشتوارگی بدن هم داره مرگ رو به تو میگه. گوشتوارگی مرگ هم داره به تو زوال، نازیبایی و زشتی، ناخودآگاه، جایگاهی که ما اگر قرار بود ناخودآگاه همه ماها، هر کدوم از ما برای هم پدیدار بشه، ما همه از هم فرار میکردیم. و همین دلیلی که ما خوابهای خیلی عجیب غریبی میبینیم، اون ناخودآگاه ماست. پدیدار شدن ناخودآگاه ماست به صورت مطالعه‌ای برای خودآگاه تو خواب. باز از همین جاست که فروید بدن رو موردی میکنه برای مطالعه ناخودآگاه، اینجا به صورت خواب. پورترهایی داره که به صورت خواب رفته کشیده اونها رو. این هم رهیافتی به مسئله رویای فرویده. خواب عرصه آرزوهاست، خواب عرصه بی‌منطقیه، خواب عرصه نامحدودیته. گفتیم عرصه آرزوهاست دیگه. آرزوها یعنی نامحدودیت ها. آرزو چیزی است که از دست من خارج فعلا، چون من به دلیل امکاناتی که دارم، به دلیل امکاناتی که من خود اون امکاناتم، نسبت به آرزوها فاصله دارم. اگر در دستم بود که آرزو نبود،
من محدودم، آرزو نامحدودیه برای من. خواب عرصه آرزوه، عرصه نامحدودیه. در عین حال که فروید بدن رو موردی برای مطالعه زوال، تسلب، چگالی، زندانیت و مرگ قرار میده، در عین حال در کارهایی که فیگورها رو به شکل در کارهایی که فیگورها رو در حال خواب دیدن کار کرده، داره تنها جایگاه تعالی رو نشانه میگیره. خواب به مثابه ترانساندنتالیته، خواب به مثابه تعالی، خواب نه به مثابه مداوا صرفاً که هست. خواب به مثابه عبور از بدن، یعنی در دوره‌ای که نقاشی آبستره نه فقط بدن بلکه مطلق فیگور رو از عرصه بیرون راند و به تعامل بین خطوط و اشکال رسید و حتی تعامل بین خط و فضا، در همچین دوره‌ای فروید چگالی بدن رو در پورترهایی که داره خواب میبینه جایگاهی دید برای ورود به نامحدودیت، چون اونا در حالت خواب نشون داده. داره میگه این چگالی در درون خودش ناچگالیه، داره میگه این چگالی در درون خودش نامحدودیته، داره میگه این تن در درون خودش روحوارگیه، داره میگه این عینیت در درون خودش رویاست، داره میگه این امکانیت در درون خودش دستیابی به آرزوه و در عین حال تغییر شکل خودش به صورت تسعیده، در عین حال خود رو به شکل مورد قبول خود در آوردنه. فروید این رو هم داره تو پورترهاش میگه. به عبارت دیگه یکی از فرق‌های، شاید بشه گفت تفاوت‌های بیکن و فروید اینه که در بیکن با اینکه رنگ‌ها سبکند تا حدودی، البته جاهای رنگ‌ها اصلا سبک نیستن، رنگ‌ها روانند، اما به امر مطلقاً غیر سبک داره اشاره میکنه. در فروید با اینکه رنگ‌ها چگالند، سنگینند، بدنی‌اند، گوشتی‌اند، تنانند، داره به رؤیاها اشاره میکنه، یعنی مطالعه عینیت رو بهانه‌ای قرار میده برای ورود به ذهنیت. شریکت دلایل اهمیت فروید اینه، چون میدونیم فروید گفتیم در دوره‌ای وارده، در دوره نقاشی فیگوراتیو رو ادامه میده که نقاشی فیگوراتیو به طور کلی از عرصه بیرون رفته، اما اون با ایمان حداقل به رسانه خودش از نقاشی فیگوراتیو محلی میسازه برای مطالعه انسان به صورت نامحدودیت، از ابژه مطلق سوژه رو میسازه، روی کرده ابژکتیو به سوژه، روی کرده فیزیکی به متافیزیک، در صورتی که بیکن روی کرده متافیزیکی به فیزیکه، فروید روی کرده فیزیکی به متافیزیکه. فروید متافیزیک رو نشانه رفته به واسطه فیزیک، بیکن فیزیک رو نشانه رفته به واسطه متافیزیک.